شعاری که این روزها خیلی دنبالشن شاد بودن. این شعار خودش باعث ناراحتیه. یه انسانی رو در نظر بگی از صبح تا شب میخواد شاد باشه. تو وقتی که دائم بخوای شاد باشی، چون زندگی دردها و رنج‌های خودش رو داره، پس همش ناکام میشی و این احساس ناکامی و عدم رضایت هی میاد به احساس ارزشمندی تو، هی به اینکه تو آدم محترمی هستی، به اینکه تو آدم کارآمدی هستی لطمه میزنه و توی دائما فکر میکنی که نکنه من کودنم، نکنه من واقعا مشکل دارم، چرا این همه آدما خوشحالن، چرا من اصلا اوکی نیستم. تلاش برای همیشه خوشحال بودن، تلاش برای ناراحتی بیشتره. هر چقدر که بدویم برای اینکه همیشه موفق باشیم، برای اینکه همیشه خوشحال باشیم، برای اینکه همیشه آرامش داشته باشیم، به نظر من تلاشای مذبوحانه ایه که از ما یک سری آدم ناکارآمد میسازه که همش احساس میکنیم که ضعف از ماست. ما از بچگی و کودکی فشار بسیار زیاد زندگی رو تحمل میکنیم. حالا همینطور که میره جلوتر ادامه پیدا میکنه. مثلا دوران نوجوانی، از یه طرف میخوای استقلال پیدا بکنی، از یه طرف بند لباستو گرفتن خانواده میکشن، میگن که برو اونجایی که ما میگیم. فقط این محدود به خانواده نمیشه، جامعه، مدرسه، معلم تربیتی یه جور میگفت، معلم ورزشی یه جور میگفت، یک عالمه باید، دیوونه میشدی که مثلا الان بعد کدوم باید و کدوم قانون رو اجرا بکنن. این از نوجوانی. میرسیم جوانی، باز دوباره سختی‌های خودش داره، انتخاب شغل، انتخاب همسر، کنار گذاشته میشی، کنار میخوای بذاری، استراب پیدا میکنی، ناکامی‌های شغلی، ناکامی‌های درآمدی. میرسی به میانسالی، میبینی بازم اونجا دردهای خودش رو داره و به نظرم باور این که زندگی هیچ وقت ساحل 100% آرامشی نداره ما رو از این دربدری و تقلایی که برای خوشحالی و شادمانی میکنیم نجات میده.